یک حکایت است از زندگی جنید بغدادی رحمت الله علیه. یک پرنده همراه جنید بغدادی رحمت الله علیه سخن کرد. گفت: جنید، تو میدانی که تا وقت ما ذکر الله را میکنیم آزاد زندگی میکنیم. هر وقتا که از ذکر الله غافل شویم آزادی را از دست میدهیم، دستگیر میشویم. یک وقت من از ذکر الله غافل شدم، مرا دستگیر کرد همان شخصی که تو مرا از وی خریدی. الان من درون قفس زندگی دارم. اگر تو مرا آزاد کنی من تو را وعده می دهم که هیچ وقت از ذکر الله غافل نشوم. جنید بغدادی رحمت الله علیه می فرماید که در دل من رحم آمد، این پرنده را آزاد کردم. این پرنده با من عادت کرده بود، بعضی روزها نزد من می آمد، یا اینکه اگر من او را صدا می زدم آمده در دستم می نشست، و اگر من طعام می خوردم با او هم نان را میده کرده نزدش می گذاشتم می خورد. خلاص در زندگی معامله من همراه این پرنده همین شده بود. یک روز جنید بغدادی رحمت الله علیه وفات کرد. پرنده وقتی آمد دید که جسد بیجان جنید بغدادی رحمت الله علیه را گذاشتند و برای او کفن تیار دارند. پرنده از جایی که نشسته بود به زمین افتید و پرنده هم وفات کرد. بالاخره جنید بغدادی رحمت الله علیه را برده دفن کردند. یک روز شخص جنید بغدادی رحمت الله علیه را در خواب ملاقات کرد و پرسید: حضرت، همراه تو چی شد بعد از به خاک سپاریدن؟ جنید بغدادی رحمت الله علیه گفت: الله گناهان مرا بخشید به خاطر معامله خوبی که داشتم با آن پرنده. برادران عزیز، این حکایه حاجت به شرح دادن ندارد. خیلی حکایه خوب است برای شخصانی که صاحب عقل هستند. برادران عزیز، این نوار را نشر کنید، زیرا این که سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأمر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع